درود بینندگان عزیز کانال لاو استوری. در لاو استوری داستان‌های واقعی گذاشته میشه و تجربه افراد داستان به ما کمک میکنه زندگی بهتر و کم رنجتری برای خودمون بسازیم. برای حمایت از ما لطفاً لاو استوری رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کانال رو برای باخبر شدن از آپلود ویدیوی جدید بزنید. من رضا هستم. 30 سالمه، از تهران. یه پسری که دنیا رو توی یه خونه کوچیک توی پایین شهر با دیوارایی که رنگ و رو رفته بودن شروع کردم. بچگیمو با خاطراتی از پدری که دیگه نبود و مادری که دنیام بود گذروندم. پدرمو توی سنی از دست دادم که هنوز نمیفهمیدم چرا صبح جای خالیش توی صبحانه احساس میشه. مادرم زنی قوی و سخت کوش بود. اون تنهایی بار زندگی رو به دوش کشید. صبح زود بیدار میشد و شبا دیر برمیگشت. من همیشه منتظر صدای قدماش بودم که برگرده و داستانای روزش رو برام تعریف کنه. ولی هر روز که میگذشت خستگی بیشتر توی چشمهاش موج میزد. یادم وقتی کوچیک بودم بازی‌های تنهاییم توی حیاط کوچیکمون با توپ پاره و اسباب بازی‌های دستساز مادرم بود. چون پولی نداشتیم که مادرم بتونه برام اسباب بازی بخره. همیشه دوست داشتم پدرمو ببینم و بپرسم چرا رفت. ولی مادرم با یه لبخند میگفت پدرت یه قهرمان بود رضا. داستان من شاید مثل خیلیای دیگه نباشه، ولی هر لحظهش یه درس بزرگ برای من بود. وقتی 15 ساله شدم زندگی یهو تغییر کرد. مامانم که تا اون موقع با دستای پینه بستش کار میکرد واسه خرجیمون دیگه نتونست بلند شه. دیسک کمرش انگار تمام زندگی رو ازش گرفته بود. من دیدم که دیگه وقتشه من دست به کار بشم. صبح میرفتم مدرسه ولی فکرم همیشه پیش مامانم بود. آخه میترسیدم یه اتفاقی واسش بیفته و من نباشم. بعد از ظهر میرفتم پیش استاد کریم، مکانیکی که توی محلمون بود. اون اولش فقط بهم کارهای ساده رو میداد، ولی کم کم یاد گرفتم که چطور ماشینا رو باز و بسته کنم. دستام همیشه روغنی بود، ولی هر بار که یه ماشین رو تعمیر میکردم احساس میکردم یه قدم به بابام نزدیکتر شدم. روزا تبدیل به ماه‌ها شد و ماه‌ها تبدیل به سال‌ها. من هر روز بیشتر یاد میگرفتم و اوستا کریمم بهم اعتماد بیشتری میکرد. وقتی 22 سالم شد من دیگه نه تنها یه شاگرد نبودم، بلکه خودم به استادی رسیده بودم که میتونستم کارگاه خودم رو داشته باشم. مامانم همیشه بهم میگفت رضا تو ستاره زندگی منی و من همیشه سعی کردم اون ستاره باشم، حتی وقتی که آسمون زندگیمون ابری بود. و توی همین دوران بود که مریم وارد زندگیم شد. اون با اون پراید سادش وارد کارگاه من شد و دل منو برد. من هر روز منتظر بودم تا اون بیاد و من بتونم چند دقیقه‌ای باهاش حرف بزنم. وقتی بهش علاقه‌مند شدم همه چیز تغییر کرد. دیگه کارگاه فقط برام جای کار نبود، بلکه جایی بود که منتظر بودم تا مریم بیاد و روزمو روشن کنه. یادم اون روزا رو، روزایی که دلم پر بود از حرفایی که نمیتونستم به مریم بگم. هر بار که اون میومد توی کارگاه دلم میخواست زمان بایسته. میخواستم بهش بگم که چقدر نگاهش واسم عزیزه، که چطور لبخندش میتونه بدترین روزامو به بهترین روزام تبدیل بکنه. ولی هر بار فقط میتونستم نگاه کنم و لبخند بزنم. روزا میگذشت و من هر روز بیشتر عاشق میشدم. هر شب توی خواب میدیدمش و صبح با فکر اون بیدار میشدم. کارگاه برام دیگه فقط جای کار نبود، بلکه جایی بود که منتظر معجزه بودم. معجزه‌ای که شاید یه روز جرأت پیدا کنم و به مریم بگم که دوستش دارم. یادمه یه روز وقتی مریم اومد تا ماشینش رو تعمیر کنم دستام لرزید. نگاهش کردم و دلم خواست همه چیزو بهش بگم، ولی بازم نتونستم. فقط نگاش کردم و با لبخندی که سعی می‌کردم پنهان کنم به کارم ادامه دادم. اون روز وقتی مریم رفت فهمیدم که نمیتونم دیگه این حسو درون خودم نگه دارم. روزها به همین منوال گذشت تا اینکه یه روز وقتی مریم اومد دلمو زدم به دریا. با تمام جرأتی که داشتم بهش نگاه کردم و گفتم مریم خانوم من، ولی حرفم توی گلوم گیر کرد. مریم با نگاهی مهربون به من نگاه کرد و گفت آقا رضا همه چیز خوبه؟ و من فقط تونستم سرمو تکون بدم. اون روز وقتی مریم رفت فهمیدم که عشق گاهی اوقات سخت ترین کار دنیاست. وقتی بالاخره تونستم به مریم بگم که دوستش دارم انگار که یه بار سنگین از روی دوشم برداشته شد. ولی وقتی اون بی جواب رفت دنیام تیره و تار شد.
با خودم میگفتم ای کاش بهش نمیگفتم. حداقل اینجور برای تعمیر ماشینش که میومد میتونستم ببینمش. 3 ماه گذشت و خبری از مریم نشد. 3 ماهی که هر روزش برام مثل 1 سال گذشت. یه شب که توی خونه روی تخت دراز کشیدم و آهنگ گوش میدادم و به مریم فکر میکردم، اون شبی بود که دنیام عوض شد. شبی که گوشیم ویبره خورد و یه پیام ناشناس اومد. دلم لرزید وقتی دیدم از مریمه. اون نوشته بود رضا، منم همون حسو دارم. انگار که تمام دنیا برام متوقف شد. فقط نشستم و به اون پیام خیره شدم. احساس کردم یه گرمای عجیبی توی سینه‌ام پخش شده. گرمایی که مدت‌ها بود انتظارشو می‌کشیدم. فردای اون شب من و مریم قرار گذاشتیم. دلم می‌خواست برم و بغلش کنم. بگم که چقدر منتظر این لحظه بودم. وقتی دیدمش دنیا دوباره رنگ و روی دیگه‌ای گرفت. مریم با اون چشمای درخشان و لبخندی که همیشه دوستش داشتم جلوم ایستاده بود. اون روز ما ساعتها حرف زدیم. انگار که سالها حرفمون رو نگه داشته باشیم واسه همین روز. روزها و ماهها گذشت و هر روز عشق ما قوی تر می شد. من و مریم توی پارک قدم می زدیم. توی کافه ها کنار هم می نشستیم و از زندگی حرف می زدیم. هر لحظه با اون برام مثل یک هدیه بود. مریم با حرفاش، با نگاهاش، با لمس دستاش به من نشون داد که عشق واقعی چیه. یادم اون روزی که با مریم تصمیم گرفتیم دیگه نمیتونیم عشقمون رو پنهان کنیم، دلهره داشتم. ولی همزمان یه حس قوی از امید توی دلم بود. مریم میلرزید ولی دستش روی دست من بود و این بهم قدرت میداد. اول به خونه ما رفتیم. مامانم که همیشه میگفت من ستاره زندگیشم، وقتی شنید که میخوام با مریم ازدواج کنم چشش برق زد. اون روز مامانم مریم رو بغل کرد و گفت دیگه دخترم شدی. احساس کردم یه خانواده دوباره ساختیم. مریم موضوع به خانواده‌اش در میون گذاشت و چند روز بعد با مادرم رفتیم خونه مریمینا. پدرش آقا کریم اولش سخت گرفت. نگاهش سنگین بود و حرفاش تیز. میگفت من هنوز جوونم و نمیتونم مسئولیت یه خانواده رو به دوش بکشم. ولی مریم کنارم ایستاد. با اون شجاعتی که داشت به پدرش گفت که من براش بهترینم. چند روز طول کشید ولی بالاخره پدرش قانع شد. اون روز که رضایت داد انگار که یه بار سنگین از روی دل هر دومون برداشته شد. نامزدیمون توی یه روز بهاری بود. همه خوشحال بودن و ما دوتا توی مرکز توجه. حلقه ها رو عوض کردیم و قول دادیم که تا ابد کنار هم بمونیم. چند ماه بعد عقد کردیم و ازدواجمون رو جشن گرفتیم. همه چیز سریع اتفاق افتاد ولی هر لحظهش پر از عشق و معنا بود. بعد از ازدواج یه خونه کوچیک نزدیک خونه مامانم اینا اجاره کردیم. هر روز که از سر کار برمیگشتم مریم با یه لبخند توی در خونه منتظرم بود. اون خونه، اون دیوارا همه برام پر شده بود از خاطرات خوب ما. هر شب قبل از خواب به مریم نگاه می‌کردم و فکر می‌کردم که چقدر خوش شانسم که اونو دارم. زندگی ما شروع شده بود. یه زندگی پر از امید و رویاهایی که داشتیم با هم می‌ساختیم و من می‌دونستم هر چی پیش بیاد ما کنار هم قوی ترینیم. 2 سال از ازدواجمون گذشته بود. روزای اول پر از خنده و شادی بود ولی کم کم حس کردم یه چیزی عوض شده. مریم دیگه اون دختری نبود که من عاشقش بودم. نگاهاش سرد شده بود و لبخنداش کمرنگ. هر روز که از کار برمیگشتم دلم میخواست ببینمش، کنار در منتظرم باشه، ولی بیشتر وقتا تنها بودم. شامها ساکت و بی حرف میگذشت. شبها توی تخت به سقف خیره میشدم و فکر میکردم چی شده؟ کجای کار اشتباه بود؟ یه روز وقتی مریم رفته بود بیرون دلم لرزید. یه حسی بهم گفت نگاهی به گوشیش بندازم، ولی نمیخواستم اعتمادمون رو خراب کنم. ولی این حس شک، این سوال که آیا مریم بهم وفاداره روز به روز بیشتر شد. یه شب وقتی مریم خواب بود نتونستم دیگه تحمل کنم. به آرومی گوشیش رو برداشتم و دیدم رمزش عوض شده. دلم شکست، انگار که همه شک‌هام به حقیقت پیوسته بودن. نشستم کنار پنجره و به بارون نگاه کردم. اشکام با قطره‌های بارون مخلوط شد. روزها گذشت و من هر روز بیشتر احساس تنهایی می‌کردم. مریم دیگه حتی نگاه هم نمی‌کرد. وقتی بهش میگفتم فقط دعوا میشد. دیگه حس می‌کردم که اون مریمی که من عاشقش بودم نیست. یه شب وقتی مریم دیر وقت برگشت خونه دیگه نتونستم تحمل کنم. بهش گفتم مریم ما داریم از هم دور میشیم. ولی اون فقط سرشو تکون داد و رفت توی اتاقش. اون شب من تنها نشستم و به عکسای عروسیمون نگاه کردم. به خاطراتی که دیگه فقط خاطره بودن
و اینطور بود که من شروع کردم به شک کردن به همه چیز، به عشقی که فکر می‌کردم ابدیه، به خاطراتی که فکر می‌کردم هیچ وقت پایانی ندارن. ولی حالا همه چیز داشت به سرعت از دستم در میرفت. اون شبی بود که همه چیز برام روشن شد. تصمیم گرفتم یه نقشه بکشم. یه نقشه‌ای که شاید بتونه حقیقت رو برام آشکار کنه. به مریم گفتم که میخوام برم شهرستان با مامانم چند روز. بعد از ظهر فرداش کیف و ساکمو برداشتم و به بهونه این که میرم دنبال مادرم که بریم شهرستان از خونه زدم بیرون. بعد 1-2 ساعت تو خیابون با ماشین دور زدن اومدم یه جای کور توی کوچه جلوی خونمون پارک کردم. برای اینکه مطمئن بشم مریم خونه است زنگ زدم بهش و گفتم هیچی نشده، دلم واسط تنگ شده. اونم با سردی گفت منم همینطور. و پرسید که رفتی؟ من گفتم تو راهیم، هنوز دیگه نزدیکیم به شهرستان. دیگه مطمئن شدم خونه است. شب شد. شبی بود مثل همه شبا، ولی این شب فرق داشت. دلم پر بود از شک و تردید. نمیدونستم چی در انتظارمه، ولی یه حسی بهم میگفت باید بمونم و ببینم چه خبره. ساعتها گذشت و من همونجا جلوی در خونه کشیک میدادم. همه چی ساکت بود. فقط صدای قلب خودم بود که میزد. فکر کردم شاید اشتباه کردم. شاید مریم واقعا اون آدمی نیست که من فکر میکردم. شاید همه چیز یه سوء تفاهم بزرگ بوده. ولی نه، دیدم در خونه باز شد و مریم اومد بیرون. با گوشی توی دست و حرفایی که توی گوشی میزد دلم لرزید. وقتی دیدم یه ماشین شاسی بلند اومد و یه مرد از توش پیاده شد، مریم باهاش روبوسی کرد و رفتن تو خونه. انگار یه کوه روی سینم افتاد. نفسم بند اومد. نمیتونستم باور کنم این صحنه ها رو که دارم میبینم. چند دقیقه گذشت تا به خودم اومدم. خشم و نفرت تمام وجودم رو گرفته بود. دستم رفت سمت گوشی و زنگ زدم به پلیس. قبل اینکه پلیس برسه آروم کلید انداختم و رفتم تو. صدای خنده ها و اشوه های مریم و اون مرد توی خونه پیچیده بود. وقتی منو دیدن همه چیز برای یه لحظه انگار وایساد. مریم خشکش زده بود و اون مرد فرار کرد تو اتاق. همون موقع پلیس رسید و اونا رو بردن کلانتری. من موندم و دلم که پر بود از غم و ناراحتی. زانو زده بودم تو خونه و داشتم گریه می‌کردم. اون شبی بود که همه چیز تموم شد. شبی که دیگه هیچی مثل قبل نبود. وقتی پامو به کلانتری گذاشتم دلم پر بود از 1000 تا حس متفاوت. خشم، ناراحتی، سرخوردگی، همه توی سینم جا خوش کرده بودن. مریم رو دیدم که اونجا نشسته. سرش پایین، چشمشم پر از اشک. نمیدونستم چی باید بگم، چی کار باید بکنم. همه چیز توی ذهنم مثل فیلمی داشت میگذشت. همه خاطرات، همه لحظه‌های خوبی که با هم داشتیم. نزدیکش رفتم. نگاهش کردم. دلم می‌خواست فریاد بزنم، بپرسم چرا این کارو کردی با من؟ مگه من چی کم گذاشتم برات؟ مگه نه این که همه زندگیمو گذاشتم پای تو؟ دستم بلند شد و یه سیلی محکم خورد به گونش. صدای سیلی توی سکوت کلانتری پیچید. مریم فقط نگاهم کرد. چشماش پر از حسرت و پشیمونی. ولی دیگه دیر بود. دیگه هیچ حرفی نمیتونست دردی رو که توی دلم بود کم کنه. رو به مأمور کلانتری کردم و گفتم من میخوام طلاق بگیرم. حرفمو زدم و بیرون زدم از اونجا. هوا سرد بود، ولی نه به اندازه سردی که تو دلم حس میشد. از اون شب به بعد دیگه هیچی مثل قبل نبود. دیگه هیچی. روز بعد مریمو بردن دادگاه. من، رضا با قلبی سنگین و پاهایی که گویی به زمین میخ شده بودن اونجا بودم. نگاه‌های مردم، زمزمه ها، همه چیز انگار توی گوشم طنین انداز شده بود. مریم با دستبند وارد شد و من فقط تونستم به چشمای پر از ترس و پشیمونیش نگاه کنم. قاضی حکم خوند. مریم به خاطر خیانت به زندان محکوم شد و اون مرد هم همینطور، به علاوه شلاق. من از ته دلم احساس راحتی کردم، ولی بازم یه حسرتی توی دلم مونده بود. اون دختری که من فکر می‌کردم عشق منه، حالا پشت میله‌های زندان بود. کارای طلاق رو انجام دادم. دادگاه به خاطر خیانت مریم مهریه رو از من بخشید. امضاها، مهرها، همه چیز یه جورایی خیلی سریع توی چند روز اتفاق افتاد. روز آخر کارای طلاق وقتی بیرون اومدم از دادگاه، هوا همونقدر سرد بود که قلب من بود. حالا من آزاد بودم، ولی انگار یه قسمت از وجودم همونجا توی دادگاه جا مونده بود. 7 سال گذشته از اون روزی که دنیای من، دنیای رضا به هم ریخت. هر روز برام مثل یه کابوسه که تمومی نداره. صبح با صدای زنگ ساعت بیدار میشم، ولی انگار هنوز توی خوابم. مغازه مکانیکی که یه روز پر از صدای قهقهه و حرفای مشتری ها بود، حالا ساکت و غم انگیز.
روزا میگذرن و من فقط کار میکنم. دستام هنوزم بوی روغن میده، ولی دیگه اون حس قبلی رو ندارن. مشتری‌ها میان و میرن و من فقط نگاهشون میکنم. گاهی اوقات فکر میکنم شاید باید دوباره شروع کنم. شاید باید کسی رو پیدا کنم که بتونه دلمو از این سنگینی در بیاره. ولی نمیتونم چون هر بار که به این فکر میکنم چهره مریم جلوی چشام میاد. اون لحظه هایی که فکر میکردم همه چیز خوبه و همه چیز عالیه. شبا وقتی برمیگردم خونه ای که قرار بود پر از خنده و شادی باشه، حالا فقط دیواراش منو نگاه میکنن. تنهایی سخته، ولی سخت‌تر از اون یادآوری خاطراتیه که دیگه بر نمیگردن. گاهی اوقات فکر میکنم شاید باید برم جای دیگه‌ای، شاید یه شهر دیگه، شاید یه کشور دیگه، ولی دلم نمیکشه چون اینجا خاطرات منه، اینجا زندگی منه. 7 ساله که هر روز برام مثل روز قبله. هر روز میگم شاید فردا همه چیز عوض بشه، ولی فردا همیشه مثل دیروزه. من رضا هستم، پسری که فقط میخواست عشق واقعی رو تجربه کنه، ولی حالا فقط با خاطراتی زندگی میکنه که دیگه هیچ وقت تکرار نمیشن.